محمود احمدینژاد. محمود احمدینژاد. محمود احمدینژاد. So, Professor, President, you have the floor, sir. ترجمه همزمان هست. خانم ها و آقایان، قصد دارم در فضای پر التهاب کنونی به برخی چالش های مهم، موضوعات مهم اشاره کنم، پیشنهادات خود را ارائه کنم. موضوع ما کاملا روشن است. ما میخوایم کت خدای دنیا باشه. اتفاقا ریشه همه جنگ های دنیا همینه. ما میخوایم جبهه اصلی گم بشود. ما میخوایم نفت تبدیل به گلوله و موشک و بمب بشود. یه جایی میزنن 40 متر زیر رو سوراخ میکنن اصلا. اونا دیگه چیزاست. من میخوام به شما عرض کنم من مذاکره نخواهم کرد. من محمود ادای ابرقدرت ها رو در میآورم. ما بسیجیان جهان، جبهه قلدران و جبهه مفسدان در مقابل حرکت انسان سفارایی کردیم. کلی در دنیا هارتوپور کردیم، قیافه گرفتیم که یک راه فرار پیدا کنیم. عامل تبعیض و فساد بنده احمدینژاد، یک پاسدار لومپن گورزاد، بنده احمدینژاد. نظام جمهوری اسلامی نه پایه‌ای داره، نه چاره‌ای داره، هیچی نداره. وظیفه دولت وحشیگری است، اشکالی نداره. بالاخره انتخابات نزدیک است. انتخابات حساس‌ترین موضوع. انتخابات خیلی مهمه. دوستان ما لهله می‌زدن و خیلی تلاش کردن که یه موقع کسی جانمونه جایی. این وری اون وری وسطی بالایی پایین. چرا شرکت نمی‌کنه یه نفر؟ انتخاب طراحی شده پشت درهای بسته انتخاب واقعی است. قانون مال غربیاست. یه خودی هم شکمشون رو صابون نزنه. عامل تبعیض و فساد بنده احمدینژاد، پاسدار لومپن گورزاد، بنده احمدینژاد. شما میدانید که امام وسط جمعیت داشت له میشد. امام اومد به من گفت محمود. گفتم چی؟ گفت محمود انقدر مردم علیه دولت شدن از بالا تا پایین دولت رو شستن. گفت به جای هارتوپور بمب میخوام، موشک 2 مرحله‌ای میخوام. من گفتم مخلص شما نیست. چشم. آقا ما یه ابرقدرتی هستیم، یه چیزی هستیم، سنگ و دندانی نشان میدیم، کسی هستیم. همین خود بنده یعنی یک جرثومه سیاه و کثیف مثل یک حیوان درنده. بنده احمدینژاد با کسی دست نخواهم داد. عامل تبعیض و فساد بنده احمدینژاد، پاسدار لومپن گورزاد، بنده احمدینژاد. و در پایان قصد دارم اشاره کنم که فروپاشی ما نزدیک است. حسابی هم هست، جدیتر از جدی هم هست. اما من دلم چیز نیست به این، واقعا راضی نیستم از این اقدام. وقتتون بخیر دوستان عزیز. با فرصت کوتاه امروز در خدمتتون هستیم. بی هیچ توضیح اضافه‌ای دعوت میکنم از اولین شرکت کننده امروزمون تشریف بیارن. سلام. وقت شما بخیر. یه ذره تشریف بیارین جلوتر. حالا شما چطوره خانم شاری؟ خوبم، ممنون. ترجیح میدین که یک موقعیت نمایشی برای شما داشته باشیم یا یک اجرا؟ اجرا. آماده این که با هم دیگه ببینیم
شروع میکنیم. 3 2 1. سلام، من امروز میخوام تو این برنامه درباره دوره نوجوانی با شما صحبت کنم. دوره نوجوانی که توش تک تک لحظه‌ها برای ما غنیمته، ما باید از تک تک لحظه‌مون به نحو احسن استفاده کنیم تا بعدا که بزرگ شدیم فکر نکنیم ای کاش این کار میکردم، ای کاش اون کار نمیکردم و پشیمون نشیم چرا از لحظه‌های خودمون به خوبی استفاده نکردیم. خیلی ممنونم از شما، به نظرم خیلی مسلط و خوب بودین. در خدمت شرکت کننده بعدی خواهیم بود، سرکار خانم فاطمه شارعی. سلام، وقت شما بخیر. یه ذره تشریف بیارین جلوتر. حالا شما چطور خانم شارعی؟ خیلی ممنون. ترجیح میدین که یک موقعیت نمایشی برای شما داشته باشیم یا یک اجرا؟ من مخلوط کار میکنم، هم نمایشی هم اجرا، مثل آب هویج بستنی. آماده این که با هم دیگه ببینیم؟ شروع میکنیم. 3 2 1. با سلام به امام راحل دامت حفاظاتو و درود بیکران به نایب برحقشون آقای احمدی نژاد. میخوام یه روز از زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. شب رو پشت بوم خونمون خوابیده بودم، دیدم هوا خیلی سرده، پا شدم در رو بستم. بعد یهو دیدم بابام مرده، رفتم خاکش کنم، جوگیر شدم. عوضی که خاکش کنم یهویی رفتم فیتیل پیچش کردم. بعد رفتم سراغ قاتل بابام، تفنگ رو گذاشتم پشت گردنش، گفتم تکون بخوری با لگد میزنم تو سرت. بعد به قاتله گفتم دلتو بزن به دریا، بگو چرا بابامو کشتی. بعد یارو دلشو زد به دریا، غرق شد. آخرش هم میخواستم به مقام عظمای ولایت بگم که دلم میخواد یه روزی با همه وجود سرمو بذارم رو شونتون، یواشکی دماغمو با لباستون پاک کنم. خیلی ممنونم از شما خانم فاطمه شارعی. اولا که یک جمله بسیار زیبا گفتین که اونقدر زیبا که من اینجا یادداشتش کردم. چقدر تمرین کرده بودین؟ یه 30 سالی میشه، از همون موقع که امام اومد فرودگاه مهرآباد. خیلی خوشحال شدیم از اینکه شما در برنامه ما حضور پیدا کردین. به خدا میسپاریم شما رو. خدا نگهدارتون باشه. امیدواریم همیشه موفق باشید. بفرمایید. بودیم در یک فرصت چی شد؟ چی شد؟ یعنی چی بفرمایید؟ تاش ما مرجی شدیم یا نه؟ ببین این همه امام و ولایت و زندگیمون رو با هم دیگه واسه تیلیپ کردیم. چی؟ اگه مشکل تیپه من خودم با فتوشاپ حلش میکنم. گوش کن، تازه با همین وضعیت من پیش تو بار استرایسونم. اصلا کی از تو امتحان گرفته؟ من میرم با آقای زرقاوی میگم بفرستن مرکز ترک احتیاط. نگاه کن تو رو خودمون یه پیاده‌لو سیبی رو برباد دادیم، آخرش نقش خیارم به ما ندادن.